رفیق اهل کمیاب است هشدار، حذر کن از قرینهای دل آزار. برو بنشین به نزد کژدم و مار، مرو بر نزد هر شیطان مکار. خدا رحمت کند کژدم قطع همراه شد، مار قطع همراه شد، تمام درنده قطع همراه شد. لیکن رفیقی که فعل و خصلت شیطان دارد، انسانی که کردار شیطانی را دارد، با اونها همراه نشوید دیگر. اون درنده و مار و کژدم از این رفیقای نااهل ده اونها بی‌طرفند. فقط اونها زلال هم رسونند به جان ما و شما میرسونند، لیکن در ایمان ما کاری ندارند. که زهر مار باشد مرگ دنیا، حضرت میگه که زهر مار باشد مرگ دنیا.